رئیس شهر ایسور قاسم رهبر روز 11 مارس سال 2024 در چهره‌بینی تنتنوی به مناسبت روز مطبوعات تاجیک در حضور روزنامه‌نگاران و ادیبان اظهار داشت که نام روزنامه‌نگار زنده‌یاد اکبر ستار به مکتبی که تحصیل کرده است مؤسسه تحصیلات میانه رقم 25 دیهه مورتپه گذاشته می شود. مرکز مطبوعات شهرداری ایسور در فیسبوک خبر داد که در رابطه با این پیشنهاد خویش قاسم رهبر به مسئولان کمیسیای نامگذاری شهرداری دستور داد که لایحه قرار را در این خصوص برای مجلس وکیلان خلق شهر ایسور آماده نمایند. اکبر ستار دوم فوریه سال 1965 در دهه مرتپه نوی ایسور تولد شده. سال 1982 بعد ختم مکتب میانه رقم 25 به رشته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان شامل شد. سالهای 1983 1985 در صف ارتش شوروی خدمت کرده. سال 1987 به رشته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی شهر لنینگراد راحت گرفته. این دانشگاه معتبر را سال 1990 ختم کرد. بعد ختم دانشگاه اکبر ستار به تاجیکستان برگشت. سال 1990 اول در روزنامه تاجیکستان شوروی، بعدا در روزنامه صدای مردم به حیث مخبر مخصوص و سال 1991 تا 1994 همچون مدیر شعبه سیاست، حقوق و حیات بین المللی نشریه صدای مردم کار کرد. اما نام اکبر ستار در تاریخ ژورنالیستیک تاجیک بیشتر همچون مؤسس اتحادیه ایجادی چرخ گردون نقش بسته است. ماه نوامبر سال 1994 اکبر ستار نشریه یکم خصوصیش دایجست پرس و سپس نشریه تاجیکی چرخ گردون را فعال کرد. به تدریج شماره روزنامه هایی که اکبر ستار تأسیس داد و یا سرپرستی میکرد به 8 عدد رسید و در طول سالهای زیاد او یکی از میدیا مگنات های از همه پرنفوذ در عرصه مطبوعات تاجیکستان دانسته میشد. همین نفوذ و آبروی فوق‌العاده‌اش بود که سال 2006 اکبر ستار را رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان انتخاب کردند و سال 2012 در انجمن نوبتی او بار دیگر به این مقام انتخاب گردید. اکبر ستار ماه آگوست سال 2015 در سن 50 وفات کرد. اکبر ستار با دست خیر، دل صاف و بیکینه، چهره همیشه غرق تبسم خود در یادها مانده است.